این برنامه بانوی معاصر با موضوع اشتراک زنان و دختران در حیات سیاسی برچیده شده است. در این گزارش باید این سمت فعالیت زنان و دختران نقل خواهیم کرد. ایلافروز عبدالحق و در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه واسع وظیفه مدیر شعبه کار با زنان و عائله را به دوش دارد. یکی از سمت فعالیت این شعبه و جلب زنان و دختران و کارهای راهبری کننده روانه گردیده است. برنامه دولتی انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران لایق‌مند در جمهوری تاجیکستان از سال 2017 تا 2023 قبلا بود از سال 2010 تا 2016 را این برنامه به انجام است. با اثر نو سیقل دادن برای آنکه کار فعالیت پیشروی دستگیری زنان در سطح بلند باشد. باز یک بار برای تغییرات کردن نقشه چاره‌بینی ها در بندهایی که در برنامه جاری کردگی‌اند بعد تغییرات کردن سال 2017 تا سال 2023 دوام داده می شود. از روی زنانی که بعد سیاست جلب کرده می شود از روی برنامه خیلی گفتیم جابجاگذاری کادرهای لایق‌مند هر یک زنان و دختران میتونن که به کارهای سیاسی جلب کرده شود، یعنی که سمت خدمت دولتی در کار و فعالیت نموده زینه به زینه بالوروی منصبی می شود. از روی بالوروی منصبی که خدمتچی دولتی کار فعالیت چقدر در سیاست جاری می شود. خدمتچی دولتی باید که سمت فعالیت خچت در دایره سیاست جایگیر کنند، یعنی که خدمتچی دولتی سیری خدمت دولتی را از خود کرده کنند، سوگند خدمت دولتی را از خود کرده کنند، سیری خدمت دولتی و سوگند خدمت دولتی را که به خود میگیره حتما زن سیاستگر می شود، حتما در سیاست داخل می شود. در ناحیه واسع 50% اهالی را زنان و دختران تشکیل می‌دهند. از همین شماره زنان هم به کارهای راهبری کننده در تشکیلات مؤسسه ها جلب کرده شده کار و فعالیت دارند. دماغ هستند از حساب زنان و دختران لایق‌مندی که به خدمت دولتی جلب کرده شدند. شماره خدمتچیان دولتی که در ناحیه واسع هستند به 22 نفر میرسند. زن‌هایی هستند که راهبری کننده هستند در سیاست جاری میشوند. 59 نفر زنان راست آمدگی زنانی که هستند با در سوی که خدمت دولتی هستند، بیرون در سیاسی هستند، زیایی هستند، زنان هستند، جوانان هستند. اینا با 50 نفر زن در زنهایی که راهبری کننده در کادرهای ذخیره کرده شدن که اینا میتونن در سیاست جلب خودشون بیشتر بزنن. هستن با از دایره زنایی که با سمت جابجاگذاری کادرهایی که ما پیش میبریم در سمت سیاست پیشرفته پیش گرفته برنامه در ناحیه واسع 4 زن وکیل خلق نمایندگان هستند، 35 زن وکیل محلی در ناحیه به کار گرفته شده. این هم در سمت سیاست میباشد. در تاجیکستان در سمت برابر حقوقی زنان و مردان برنامه‌های دولتی قبول گردیدند. در دایره همین برنامه‌ها زنان و دختران امکان دارند در حیات سیاسی اشتراک نمایند. یک نویسنده امریکایی چنین قید کردگی است که کشوری که در آن زنانش پیش آهنگ هستند زینه به زینه و زود به پیشروی و موفقیت‌های کلان نایل می‌گردند. وقتی که انا همین سطرها را در کتاب خوانده بودم راستیگه پیش نظر انا همین کشور با نام تاجیکستان و راهبر آن اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پیش نظر می آید که اینقدر غمخواری درباره مادر، زن و دیگر طبقه هایی که محسوب به اجتماعی هستند. و راستیگه به مثل من قید کردنی هستم که در زمینه فرمانی پیشوای ملت پرزیدنت مملکت ما از 3 دکبر سال 1999 اوید به تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه چندین برنامه‌ها، استراتژی‌ها و دیگر سندهای معیاری حقوقی قبول گردیدند که روز از روز فعالیت زنان در جمعیت بالا می‌بردارند و یکی از آنها ما امروز استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011 و 20 گرفته محاکمه کرده ایستاده ایم. من در معروضه
مدیر شعبه کارگزاران و عالی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسیع میخواستم تحلیل ها بازم از این دست زیادتر میشد، چقدرتر میشد و به سهمی همه وکیل ها رسانیده میشد. وکیلان گرامی، از همه شما من احترامانه خواهش دارم. شما من میدونم که در محل شخصانی بی نهایت با نفوذ هستین و هر کدام از قفای خود شاید از 200 زیاد انتخاب کنندگان دارین و با نفوذی شما هم همین است که امروز وکیل انتخاب شده در طولور در مجلس وکیلان خلق ناحیه حقوق آواز دادن دارید و هر دفعه که با انتخاب کنندگان خود در محل واخوری ها میگذرانید، حتما انا همین مسئله زن مادر را برداشتن در کار است. و امروز من میخواستم که درباره امی استراتژی ما اصلا از 7 باب عبارت است. من زیاد استودنی نیستم چون که اینجا ما هم قدر تحلیل داریم که تا که گفته گذشتنی هستم. هر یک بابی اون یک به خود یک طلبات خاص تامین میکند. این اولا این است که 104,900 نفر زنان از شماره از تعدادی اهالی ناحیه وسیع زنان تشکیل میکنند که قریب 50% است. قریب 50% تشکیل میکند. بنابراین من خواهش میکنم که من بعد انا همین کادرهای راهبری کننده زیاد میانی زنان، برای اینکه کادرهای راهبری کننده را ما آماده کنیم امروز هر ما برای به ذخیره کادری نگرفتن زنها درد نکند، گذراندن انا همون کورس‌های آموزشی 3 ماهه 6 ماهه زن سرور ما باید انا همین چیزا را تشکیل کرده توانیم در ناحیه. اونگاه ما این کورس ها در حجم 25 نفر من مدت چه گفتم تشکیل کرده گذرانده می شود و به واسطه همین شعبه کار با کادرها و تشکیلی میتواند که به ذخیره خود قبول کنند که این البته یک یاردم به کار مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه می شود. مکتب یکی از منبع‌های تربیت کادرها میباشد. بسیار سیاستمداران فعالیت خود را از مکتب شروع نمودند. این زنان و دختران بعد انجام مکتب عالی کسب آموزگاری را پیشه کردند. خواهش دارند که آینده سیاستمدار شوند. مسفن تعریف حقوق 3 سال می شود که درس می دهم. جوانی ما نگاه نکرده آموزگاران مؤسسه تصمیم گرفتن که من امسال طور 1 سال می شود که همچون معاون دیرکتور اوید به کارهای تربیوی کار و فعالیت دارم. در کارهایم امسال کاری با برار بود چون که دختران پسران مؤسسه ما تعلیم تربیه نقض داشتند و آموزگاران ما هم نسبت کارهای خودشان فعالانه کار و فعالیت کردند. در آینده آرزو دارم که به غیر از آموزگار شدنم با در یگان ساختارهای دولتی کار و فعالیت کنم چون که از طرف حکومت اجرایی ناحیه وسیع ما کادرهای ذخیروی پیشنهاد کردن و در آینده ها تصمیم میگیرم که در ساختارهای دولتی کار و فعالیت کنم. در مکتب زنان و دختران وظیفه‌های گوناگون جمعیتی و راهبری را اجرا نموده از عهده آن برآمدند. مسئولیت راهبری را خوب درک می‌نمایند. مسئولیت اساسی آموزگاران در او است که شاگردان را با حس وطن دوستی مثل مادر وطن را بیدار کردن اساسی به فکرم که سیاست همین در با گردن آموزگارا گذاشته شده است که مسئولیت اساسی را هم حس کنند که تا در دل هر یک فرزند تاجیکستان حس وطن دوستی بیدار شود. من فکر میکنم که راهبر شدی یا که مثلا کدام ساحه‌ای که نباشه سیاست به سیاست به فکرم دولت وجود نداره. سیاست هم وقت باید باشه. پیشروی از سیاست وابسته است. راهبری و سیاستمدار شدن زنان و دختران از قابلیت آنها وابستگی دارد. در شعبه کار با زنان و عالی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه وسیع زنان و دختران قابلیت‌ناک را با قید گرفته به کارهای راهبری کننده توصیه می‌دهند. ما بیشتر به تشکیلات مؤسسه تکیه کرده از دایره سمت فعالیت کاری چون که به سیاست به اداره کنی دولتی یا که به دولت سهمگذار هستند به همون تکیه کرده انتخاب میکنیم. از بین بازیایی چه خیلی موقع زدیم آموزگاران زنی که فعالیت کاریشون یعنی که از همون آموزگاری که یک کادر برآمدگی کادر خوب تربیت کرده کادری که پیش بردی جامعه هستند مثلا سهم گذاری که در جامعه کرده است اما ما میتونیم با ذخیره کادر وارد کنیم در آینده یک سیاستمدار شود.
ما با ذخیره کادری که انتخاب کردیم در حالتی که وکانسی خالی میکنیم، جای کار خالی از همونا ما انتخاب میکنیم، دعوت میکنیم که مقصد در همین سیاست کار فعالیت برند و طریق آزمون میشود. ما چند توصیه های در سمت همین بلند برداشتن مقام زن در جامعه، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2011 و 20 پیشنهاد میکنم. اگر به این نوبت گیرید من فکر میکنم که سالهای باقی مانده عملی شوی همین استراتژی در ناحیه وسیع باز هم در سطح بلند اجرای خود را مییابد که البته اول کورس‌های تکمیلی اختصاص طوری گفتم زنانی راهبر و در ذخیره کادری بوده منتظم تشکیل کرده شده در سطح محل به مسئله تربیت و انتخاب کادرها دقت جدی داده شود. با مسئله زیاد نمودن تعداد نمایندگی زنان در ساحه خدمت دولتی از آن جمله در سطح رهبری مقامات خود اداره کنی شهرک و دیهات. چیز دیگری که اینجا پیشنهاد کردگی هستیم از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سری وقت مبلغ گذاری نمودن نقشه عمل استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در سال 2011 و 20 با سالهای منبعد را در نظر دارم. اینجا ما یک راست دیگر معلوماتی که ما داریم موافق تحلیل هایی که به ما هست تا سال 2014 همین استراتژی در ناحیه وسیع مبلغ گذاری کرده شده است و باقی مانده سالها خیلی شاید یا برای ما پیشنهاد نکردن، شاید باشد مبلغ گذاری کرده شده، لیکن تا امروز صفر نشان داده شدگی است. خواهشمندم همین چیزا خیلی به اینوبت گیرین با نظم می شود. بالوروی منصبی زنانی در ذخیره کادری بوده باید تحت نظارت دائمی رهبریت تشکیلات و مؤسسات و مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه قرار داده شود. قهرمان دیگری ما قربانبی نیازوار می باشد. قربانبی دیرکتوری جیسیکا علیشیر شده کار می کند. بعد شغل آموزگاری در وظیفه جانشین رئیس ناحیه واسه مدتی 4 سال کار کرده است. در همون سمتی که زن راهبر هست، زنان راهبر هستن، همون سمت نسبت بعضی ساحات دیگر فعالیتش افضلیت نوک است، افضلیت دارد، یعنی که در همون ساحه پیشروی ده می شود. من فکر میکنم که اگر از تاریخ اگر کمی ورق گردانیم، در تاریخ دوره مادرشاهی بود. انا همون دوره بهترینی که در تاریخ همچون دوره دولتداری بهترین قید کرده شده است، این دوره مادرشاهی است. چون که خیر زن است، زن هم زیبایی اویله هست، هم رحم اویله هست، هم یک وقتی که زن اگر از رسالت مادری زن رو اگر ما اینجا در کمی تحلیل کنیم، وقتی که زن در اویله صاحب 4-5 فرزند است، علاقه وی یک مسئولیت حس میکند که امروز فرزندی وی باید که صاحب معلومات باشد، فرزندی وی صاحب منزل زیست باشد، فرزندی وی باید صاحب شرایط امروزه باشد که به طلبات امروزه جوابگو باشد. برای همین زنها همیشه حرکت میکنن، کوشش میکنن که زندگی اویله اونها خوبتر شود. وقتی که اویله خوب شد، وقتی که اویله خود این من فکر میکنم دولتداری یک نمود اویله‌داری است. در اویله که زن سروری میکند، راهبری میکند، در همون اویله علاقه تغییرات کلی است، از جهت اجتماعی، جهت بودجه اویله، جهت فعالگردانی فرزندان، نسبت سوادناکی فرزندان، تربیت فرزندان. این البته در همون دولتداری هم که وقتی که امروز زن راهبر یگان مؤسسه و تشکیلات هست، من فکر میکنم که البته پیشروی بیشتر دیده می شود، چون که زنها همیشه مسئولیت را بیشتر حس میکنند. حجره کاری او وسیع و برای قبول نیازمندان دائما گشاده است. خواهشش همین است که دائما همراه مردم باشد، در سیاست پیشگرفته دولت در پیشروی آن سهم خود را گذارد. زن باز تقریبا زن در همون اویله هم سیاست مدار است. همین تربیت درستی فرزند این سیاست است خودش. هدایت نمودن فرزند برای درست سیاست است. هدایت نمودن مردم برای درست علاقه خودش سیاست است. زن وقتی که موضوع در برای زن ها رفت، من فکر می‌کنم زن از تولد تا نفس آخرین سیاست مدار است. این بهترین مسئولیت و ذمه زن است. به عزت نفس مردها رسیدن نمیخواهم. مردها هم همیشه در پهلوی زنها باید باشند، یعنی که
به یکدیگر نیستن اینو با یک جای باشن با مستحکم باشن یک احترامی بین همدیگری باشه در اویله یک محبت صمیمی باشه البته باز اویله با مستحکمتر می شود لیکن من فکر میکنم که مسئولیت بیشتر باید به دوش زنها باشه چون که زن تولد میکند زن به دنیا میارد انسان رو به دنیا میارد برای همین باید مسئولیتش بیشتر است قربانبی وکیل مجلس وکیلان خلق نویه واسه می باشد. نوابسته به آنکه سمت فعالیتش به سوهای استحصالات روانه شده است، در حیات سیاسی و جمعیتی ناحیه و ولایت فعالانه شرکت می‌ورزد. من فکر میکنم که زنی معاصر امروزه زنی که زنی در نظر داریم زنی زمانوی گفتن یک در نظر داریم البته برآمده میتواند یک تحلیل های عمری کم ترگر وکنیم من فکر میکنم که بینید که پیش زنهای راهبر کم بودن ما یادم هست همون دوره های که وزیر سازمان جهان میگیم که کم سمال همون بعضی زنها از ترس اونی که در اکر سطح دولتداری باید که شماره برون شد که باید کم سمالی که زاو سکتر میگفتن در دوره ها زاو سکتر ها یک مدیری باغچه‌گون دیرکتوری مکتب انگوش شمار بودن حاضر من فکر میکنم که قریب 50% زنان تاجیک امروز در کرسی های راهبری کرده ایستادن و انا نه معاصر به معنای اونی نداریم ما که زنهای معاصر یعنی که طرز لباس پوشی سطح بلند اروپا خطی تقلید کاری نماییم و دیگر دولت‌های پیشرفته خطی زنی معاصر باید در خود پیش از همه لباس ملی خلق خود را نشان داده تواند پیش از همه فرهنگ عالی ملی کشور خود را معرفی کرده تواند صنعتی بلند سخنرانی صنعتی بلند تربیت فرزند صنعتی بلند دستگیری اون مردمی که امروز بعضن راهبر احتیاج و رو باید اسودش برآمده تواند در ناحیه واسه به مانند قربانبی زنهایی که در کارهای سیاسی اشتراک فعالانه دارند شمارهشان خیلی زیاد هستند خدیجه ما جلمت و از جمله همین گونه زنها می باشد اپای خدیجه ما مدت قریب 15 سال وظیفه رئیس جمعیت شهرک واسی را به عهده داشت از سال 1968 تا سال 2013 وکیل مجلس جمعیت شهرک واسی بود سیاست اکن در جمعیت ما از همه کاری در کاری است برای که به سیاست جمعیت ما پیش نمی رود باید که ما سیاست دولتی را به خلق به عامه فهمانده بتیم یعنی همون تربیه فرزند تربیه اویله بیشتر اویله ها من در دوره جماعتی ما کم اویله ها برهم میخوردن برای که ما بیشتر به همه اویله ها صحبت ها میگذراندیم در محله ها می رفتیم در بین عامه می رفتیم در بین سویت زنان می رفتیم در بین دختران می رفتیم در مکتب ها همین درباره تربیه اویله تربیه فرزندان در آینده تشکیل کردن اویله نو ما صحبت ها میگذراندیم ممکن همین سبب بود که یعنی جداشوی در بین جوانان کم بود زنم سیاستمدار شده میتونه چرا نتونه میتونه سیاستمدار شده چون که همین اویله را برای برهم نخوردن اویله باید که زن سیاستمدار باشد و پدر مادر همون اویله فهمانده بتوند سیاست دولته چون که این یعنی اویله این یچه که دولت های از گوده همه کار زن میبراید زنهایی هست که از همه گوده کارهای دولتی برآمدن میتونن روز زنهای ما همش رئیس های ناحیه کار میکنن یعنی جانشین های رئیس های حکومت کار میکنن سویت زنها کار میکنن دیرکتورای مکتب ها کار میکنن این همه فعالیت سیاستمداری مداران زنها میباشد که در همه کارهای جمعیتی اونها فعالانه اشتراک میکنن خدیجه ما جلمت و در سین نفقه باشد هم در حیات سیاسی ناحیه فعالانه اشتراک می نماید در جشن و معرکه های سیاسی فعالانه اشتراک نموده جوانان را به کارهای آبادکاری و سازندگی دعوت می نماید او آرزو دارد که تاجیکستان مثل گلهای صحن حولیش دائما انا همین طور رنگ و رنگ باشد مردان و زنان برابر آزادانه آسوده کار و فعالیت نمایند